به نام عدالت آموزشی. سلام، من معین هستم. امروز با ویدئوی سطح 2 فیزیک 12 فصل 1 مفهوم مسافت، مکان و جابجایی همراهتونم. توجه داشته باشین این ویدئو رو میتونید از تلگرام دانلود کنید یا توی آپارات و یوتیوب رایگان تماشا کنید. مرسی. بریم سراغ اولین سوالمون و داشته باشین که حلش رو انجام بدیم. خب اولین سوال 15 الگوه، میگه که متحرکی از مکانه. خب پس اول از هم بیام این مکانه رو رسم کنم که شما ببینید که چه خبره و میخوایم چی کار کنیم. خب یه دونه محور رسم کنیم. مکان هامون هست مثبت 4 و 3. خب 4 تا میریم جلو، 1 2 3 4. اینجا هم 3 تا میریم بالا. خب پس اینجا میشه چی؟ مکان D1. گفته متحرک از مکان D1 میره D2. اینجا چه خبره؟ یه دونه اومده جلو توی محور X ها و یه دونه هم منفی شده. اینجا هم هست D2. خب اولین سوالی که اینجا مطرحه اینه که بردار جابجاییمون چجوری است. خب بردار جابجایی رو من رسم میکنم. یه خوردم کج کوله میشه، مهم نیست. بچه ها دقت کنید توی راستای X و توی راستای Y من جابجایی دارم. توی راستای X همینجوری که میبینید به سمت چپ حرکت کردم و مقدار جابجایی من 3 تاه. خیلی خوب، پس این میشه منفی 3i. از این طرف توی راستای Y محور عمودی 4 تا اومدم پایین، پس به سمت پایین حرکت کردم. دوباره اینجا منفی 4j. خب میام توی گزینه ها نگاه میکنم. منفی 3 و منفی 4 گزینه 1 و 2 ممکنه که جواب من باشن. 3 و 4 کنسله. اگر میخوایم بین دو گزینه بزنیم همینجا به نظرم جای خوبیه. حالا گفته مسافت طی شده چقدره. اولین کاری که میکنم من میام خط راست رو حساب میکنم که اگر متحرک من جایی دور نزده باشه، بالا پایین نشده باشه، مسیر رو نرفته باشه و برگشته باشه، میزان جابجایی من چقدر خواهد بود. خیلی خوب، میزان جابجایی من از حلش از فیثاغورس به دست میاد. خیلی راحت میگم منفی دیگه خیلی بد خط شد، این 3 رو دیگه نمیتونیم قبول کنیم. میگم که منفی 3 به توان 2 به اضافه منفی 4 به توان 2. خیلی خوب، 3 تا 9 تا 4 تا 16 تا جمع میکنم 25. ازش جذر میگیرم میشه 5. بچه ها مینیموم میزان مسافتی که من طی کردم اندازه جابجاییمه. دقت کن، مثلا بین این دو تا نقطه من میتونم خط راست برم، این مینیموم مسافت منه. میتونم اینجوری برم، این مسافت بیشتری رو طی کردم، شبیه دو تا کوهان شد. خب بنابراین گزینه‌ای جواب منه که مسافت طی شده ازش از 5 بیشتر یا مساویه. بچه از نقطه D1 تا D2 نمی شود با 3 متر رفت، باید 5 متر و بیشتر باشد. پس تنها گزینه‌ای که جور در میاد گزینه 2. خیلی خوب، یادآوری هم بکنم اگر که نیاز به درسنامه دارید یا نیاز به تست های آسون تر دارید برای شروع، حتما به ویدئوی سطح 1 مراجعه بکنید. اینجا ویدئوی سطح 2 یه مقدار تست سنگین ترن و جهت آمادگی برای در حقیقت چیه درصد بالاتره، مثلا حدود 55%. خب حالا گفته از نقطه او بریم تست بعدی 16 همچنان الگو. محور رو رسم کنیم. گفته از نقطه او به اندازه 4 متر میریم غرب. خیلی خوب باش، 1 2 3 4. بچه 4 متر اومدیم غرب. اینجا نقطه اوه. من اینجا رو همینجوری میگیرم آ که شما راحت تر باشید. نقطه بعدی هم میگیریم ب. سپس به اندازه 2 متر با زاویه 60 درجه نسبت به غرب، الان میبینیمش، به سمت جنوب غربی حرکت میکنیم. بچه ها به سمت جنوب غربی حرکت میکنم و زاویه اینجای من هم هست 60. خیلی خوب، یه دقیقه بیاید اینجا رو بچه ها داشته باشید. من یه چیزی رو بهتون بگم. به کج و کلگی محورهای من نگاه نکنید، مهم نیست. خب بچه دقت کنید، اگر اینجا زاویه من هست آلفا، اگه من بیام این بردار رو تجزیه بکنم به بردارهای سازندش، دقت کنید من خودم اینجوری یاد گرفتم. گفتم اگر مقدار این بردار هست آ، اندازه این هست آ، ضرب داره کوسینوس همین زاویه آلفا و اینجا هست آ ضرب داره سینوس آلفا. خیلی خوب، حالا اینکه دارم میگم یعنی چی، من اینجوری یاد گرفتم. اون در حقیقت
برداری که سمت خود زاویه آلفاه باید براش کوسینوس رو بیارم و اون برداری که از آلفا دوره، آلفا کنارش نیست، باید براش سینوس رو بیارم. پس من خیلی راحت میتونم هر برداری رو اینجا چیکار کنم؟ تجزیه کنم. خب بیام رنگم رو عوض کنم. بچه ها اینجا 2 تا بردار داریم، یه بردار این یکیه، یه بردارم این شکلیه. خیلی خب اندازه بردار من چقدره؟ هست 2. پس اینجا میشه 2 ضرب در بچه ها سینوس 60 درجه. چرا؟ چون زاویه 60 درجه کنارش نیست. و این یکی چقدر میشه؟ میشه 2 ضرب در کوسینوس 60 درجه. خیلی خب حالا من میام بردار اصلیمو براتون رسم میکنم با رنگ سبز. توجه داشته باشید این بردار اصلی من میشه این شکلی. نذارم اینجاشو خوشگل تر کنم. خب بچه دقت کنید، کوسینوس 60 درجه میشه 1/2 و 2 ضرب در کوسینوس 60 درجه میشه 1 و این طرفم 2 ضرب در سینوس 60 درجه مقدارش در میاد. سینوس 60 درجه میشه رادیکال 3/2، 2 با 2 میره میشه رادیکال 3. پس ارتفاع من هست رادیکال 3. حالا منفی و مثبت چه کاری نداریم. این طرفم عرض من هست 1 به اضافه 4. 4 تا بردار اولی بود که رفته بود، یه دونه بردار بعدی من بود که در حقیقت اضافه شد به اون. حالا میام دوباره چیکار میکنم؟ از قاعده فیثاغورس میرم، میگم رادیکال 3 به توان 2 به اضافه 5 به توان 2. خیلی خب حالا مساویه با رادیکال 3 به توان 2 میشه 3، 5 به توان 2 هم میشه 25، 25 به اضافه 3 میشه 28. خیلی خب بچه ها 28 رو می نویسم 4 ضرب در 7. از 4ش جذر میگیرم، 2 میاد بیرون، رادیکال 7 اون زیر میمونه. خیلی خب حالا ببینیم سوال از ما چیا خواسته بود. گفته بود که اندازه جابجایی رو بگید و مسافت طی شده. بچه‌ها اندازه این مسافت طی شده که خیلی آسونه. یه دونه 4 تا رفته بود اینهاش، یه دونه 4 تا، یه دونه 2 تا رفته بود. خب پس جمعش میشه 6، تموم شد رفت. اندازه جابجاییمون هم که اینجا حساب کردیم 2 رادیکال 7، پس جواب گزینه 4. بچه‌ها دقت داشته باشید همیشه جابجایی کوچکتر یا مساوی مسافته. مسافت اونیه که اندازش بیشتره. ادامه بدیم با هم با سوال بعدی. تا جایی که ممکنه حتما ویدیو رو استاپ کنید، سعی کنید خودتون سوال رو حل کنید و یاد بگیرید. وقتی دیگه دیدین حل نشد، حالا بیاین چیکار کنید؟ حالا بیاین جواب منو ببینید. ولی خودتون یهویی شروع نکنید از همون اول جواب رو دیدن. یادگیری اصلی موقعی اتفاق میفته که شما دارین چیکار میکنین؟ خودتون سعی میکنین سوال حل کنین. بفرمایید دایره برات کشیدم 20. خیلی خوب بریم ببینیم سوال چی میگه. میگه در شکل روبرو حرکت ماه به دور زمین در جهت ساعتگرد از مکان 1 به 2 میره. بچه دقت کنید اینجا رو، جهت ساعتگرد اینوریه، یعنی دارم از 1 از اینجا میام میرسم به 2. پس دقت کنید داره مسیر طولانیه رو میره ها، داره زمین رو دور میزنه. نیایید این مسیر کوتاه 1 به 2 که جلوی چشممون رو لحاظ کنید، اون اشتباهه. خیلی خوب گفته که مسافت پیموده شده در این حرکت چند برابر اندازه بردار جابجاییه. خیلی خوب ببین دقت بکنید اینجا یه دونه 30 تا دارم، اینجا هم یه دونه 60 تا. پس بچه‌ها مجموع من اینجا چقدره؟ اینجا 90 درجه است. خب پس باقیش چقدر در میاد؟ میشه 360 منهای 90. اینجا هم در میاد 270. پس بچه‌ها من اگر دقت کن، اگر 360 درجه بود چقدر از محیط دایره رو میرفتم؟ کل محیط دایره رو میشد 2πr. الان دارم چقدرشو میرم؟ 270 تاشو دارم میرم. در حقیقت یعنی چی؟ اینجا x در حقیقت بگیم مسافت منه. حالا مسافت هم رو با دی بهتون نشون میدم. خیلی خوب اولین کاری که میکنم اینا رو به 90 ساده میکنم. به 90 ساده کنم میشه 4، به 90 ساده کنم میشه 3. پس از اینجا میتونم دیمو راحت حساب کنم. دی من مساویه با 3 ضرب در 2πr تقسیم بر 4. پس اینجا مساوی میشه با 3/2 PR. خیلی خب بچه من جابجاییمو حساب کردم. این مقدارش مساویه با جابجایی من.
حالا میرم مسافت، معذرت میخوام، این مقدارش مساویه با مسافت من، برم مقدار جابجاییمو حساب کنم. خب بچه‌ها مقدار جابجایی هم خیلی آسونه. بذارید من اینو با قرمز بکشم. خب الان اگه من این زاویه ها رو داشته باشم همه چی در میاد. بچه‌ها دقت کنید، اینجا یه دونه شعاع دایره است، اینجا هم یه دونه شعاع دایره است. خب زاویه 90 درجه است. این دوتا ضلع با همدیگه برابرن، پس اون دوتا زاویه هم با هم برابر خواهند بود. اینجا 45 درجه است، اینجا هم 45 درجه است. خب دارم همه چی رو میگم دیگه، حالا شاید همه چی هم نیاز نباشه، راحت تر باشه از اینجور حرفا، ولی خب پس من اینجا همه فاکتورها رو میتونم چیکار کنم؟ حساب کنم. کافیه واسه یکی از این زوایا مثلا سینوس بنویسم. خب سینوس این زاویه پایینی چقدر میشه؟ میشه مقابل به وتر. خیلی خوب، پس سینوس 45 درجه مساوی میشه با مقابل که در حقیقت جابجایی منه، ضرب داره میشه مقابل که معذرت میخوام شعاع منه، تقسیم بر وتر که در حقیقت جابجایی منه. اجازه بدید من اینو پاک کنم. خب پس میشه R تقسیم بر دلتا X. خب سینوس 45 درجه چقدر میشه؟ میشه رادیکال 2 دوم. خیلی خب، پس از اینجا هم دلتا X محاسبه میشه حالا بذارین ساده حساب کنیم دیگه، میشه 2R رادیکال 2. خیلی خوب، پس ما تا اینجا همه اینا رو حساب کردیم. حالا گفته ازمون چی رو میخواد؟ گفته مسافت پیموده شده یعنی D تقسیم بر دلتا X. خیلی خوب، بریم این مقادیر رو قرار بدیم. میشه 3 دوم میشه 3 تا پی آر دوم تقسیم بر 2R رادیکال دوم. بچه ها دور در دور نزدیک در نزدیک میکنیم، میشه 3 پی آر ضرب در رادیکال 2 تقسیم بر 2 تا آر. خب آرا با هم خط میخوره و جواب ما در میاد 3 رادیکال 2 پی تقسیم بر 4. خیلی خوب، پس بچه نکته این سوالی که بحث مثلثاتش بود و یکی دیگه این که دقت کنیم مسیری که داره طی میشه از این جهته، یعنی از 1 به 2 در جهت ساعتگرد دارم حرکت میکنم، نه پاد ساعتگرد. همین رو که متوجه باشیم دیگه بقیهش کار خاصی نداره. جواب ما هم سوال 19 الگو جوابش در میاد گزینه دوم. خب ادامه بدیم، بریم سوال بعدی. 19 رو هم رفتیم، بریم سوال 20. خب اجازه بدیم من یه مقدار سوال رو بزرگتر بکنم. خب بریم ببینیم چی گفته. این هم سوال آسونیه. گفته در شکل روبرو متحرکی روی مسیر دایره ای از آ میره به ب. بردار جابجایی در این حرکت با جهت مثبت محور x چه زاویه‌ای میسازه؟ خب بچه‌ها اینم آسونه. اجازه بدید من یکی از این دایره خوشگلان براتون بکشم. خب ترسناک داره میشه کم کم دایره های من. اجازه بدید از ابزاری که وجود داره ببینیم میتونیم از دایره کشیدن استفاده کنیم. بله خب از ابزار استفاده میکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. بچه ها یه زاویه 30 درجه اینجا به هم داده از نقطه B و خود نقطه A هم که در حقیقت روی محور X ها قرار داره. نقطه A اینجا هم نقطه A. بچه ها کافی این زوایا رو خیلی ساده حساب بکنم. من اینجا چند درجه است؟ اینجا 30 درجه. جابجایی من کجا میفته؟ جابجایی منم میفته اینجا. خیلی خوب دقت بکنید چه اتفاقی میفته. این ضلع با این ضلع برابره. چرا برابرن؟ چون هر دو برابرن با شعاع دایره. از طرف دیگه کل این زاویه چقدره؟ هست 90 به اضافه 30. خب 90 به اضافه 30 میشه 120. پس مجموع دو تا زاویه دیگه چقدر میشه؟ مجموع دو تا زاویه A و B، A به اضافه B به اضافه 120
مساوی با 180 درجه مجموع زوایای مثلث. پس هر کدوم از این A و B هم در میان 30 درجه. پس هر کدوم از اینها هم هستن 30 درجه. حالا دیگه حساب کردن هر چیزی که بخوایم با داشتن زوایا آسونه و راحت. من چیو میخواستم؟ من در حقیقت بردار جابجایی در مثلا خب گفته با جهت مثبت محور چه زاویه‌ای میسازه. خیلی خب من یه بار اینجا رسم کنم شما ببینید بزرگتر. اینجا زاویه 30 درجه است. من کجا رو دارم میکشم؟ نقطه A رو دارم میکشم. این نقطه A. وقتی اینجا 30 درجه باشه پس اینجا 180 منهای 30 150 درجه. گزینه 2 جواب سوال ماست. بریم سوال بعدی رو با هم دیگه حل کنیم. من اینا رو تراز بذارم که بعداً شما میخواید از روی فایلش نگاه بکنید براتون راحت باشه. خیلی خوب بریم سوال بعدی. اینم سوال آسونیه. گفته در شکل روبرو اگر چرخ یک خودرو که قطر لاستیک آن 60 سانته. پس بچه دقت کنید قطرمون 60 سانته. پس من همین الان اینجا یادداشت میکنم که بعدا یادم نره. مقدار شعاع من مساوی 30 نه 60. اشتباه نکنید. گفته روی سطح افقی به اندازه نیم دور بچرخه. خیلی خوب برید همین الان اینو رسمش کنیم ببینیم چه شکلی در میاد. من یه دونه دایره اینجا دارم. اینجا هم نقطه اینجا هم نقطه پی منه. خیلی خوب اگر این به اندازه نیم دور بچرخه دقت کنید من این نقطه رو میذارم آ که شما راحت باشید. نقطه آ میاد پایین میفته اینجا. نقطه پی میاد این بالا. متوجه شدید؟ نیم دور چرخیده دیگه. حالا دقت بکن سوال این فاصله چقدره؟ این فاصله به چه اندازه اومده جلو؟ از نقطه پی ناکن قلم من کجا حرکت میکنه؟ این مسافت رو جابجا شده. این مسافت مقدارش چقدره؟ هست محیط دایره 2πr تقسیم بر 2. نصف محیط دایره است دیگه. پس مقداری که در جهت x جابجا شده مقدارش هست PR. از طرف دیگه نقطه P من دقت کن اینجا رو به این اندازه جابجا شده. یعنی از پایین اومده بالای دایره. خیلی خوب جابجایی در محور y چقدر بوده؟ جابجایی در محور عمودی برابر بوده با 2تا r. واضحه دیگه بچه‌ها به اندازه قطر دایره نقطه P اومده بالا. خیلی خوب حالا میخوام جابجایی رو حساب کنم. جابجایی من اینه. یه دونه x داره یه دلتا x داره که اینجاست. این جابجایی من در راستای محور افقیه. یه دونه 2r داره که مساوی با دلتا y هستش. خیلی خوب حالا خیلی راحت میگم جابجایی مساوی با رادیکال اولی به توان 2 به اضافه دومی به توان 2. میگم 2تا r به توان 2 به اضافه PR به توان 2 مساوی رادیکال. خب اولی که به توان 2 برسونم میشه 4تا R2 به اضافه بچه دقت بکنید این مقدار پی رو هم خودش گفته حدوداً 3 بگیرید. میشه 9تا R2. قبوله؟ میشه 9تا R2 مساوی با خب 4تا R2 به اضافه 9تا R2 میشه 13تا R2. میشه رادیکال 13تا R2. من یه خورده اینم بلندتر کنم. از این که مساویه بگیریم میشه R از زیر رادیکال میاد بیرون. R رادیکال 13. R رو هم اینجا چند گذاشته بودم بهتون گفته بودم مقدارش هست 30. به همین خاطر میشه 30 رادیکال 13. بچه از نظر ظاهری به نسبت گزینه های دیگه خیلی عجیب غریبه ولی اتفاقا جواب در سوال 21 همین گزینه 2. خب سوال سختی نبود. امیدوار بودم که باهاش راحت باشید. خب بریم سراغ بعدی. سوال بعدی اتفاقا از اینم آسون تره. خب بچه دقت کنید گفته از نقطه O شروع میکنیم و مسیر رو میریم تا برسیم به نقطه A. خب 8 تا اومده 6 تا رفته تقریبا بالا 6 تا تقریبا به سمت چپ یا غرب و همینطور ادامه داده. خب بچه توجه بکنید اون چیزی که اینجا برای من مهمه این همه جابجایی نیست. اون چیزی که من باهاش کار دارم اینی که من از کجا شروع کردم نقطه O به
به کجا رسیدم؟ نقطه آ. خب دقت کن اینجا 6 تا رفته بالا ولی 3 تاشو برگشته. اینجا 8 تا رفته چپ. بذارین براتون بنویسم بچه‌ها. 8 تا رفته به سمت حالا تقریبا راست. خب 8 تا رفته راست. اینجا 6 تاشو برگشته و بعد دوباره 2 تاشو اینور رفته به سمت راست. خب پس اگه من اینو حساب کنم میشه 4. از اون طرف در راستای تقریبا عمودی، حالا شکلمون که صاف نیست ولی خب 6 تا رفته بالا، 3 تا اومده پایین، پس جواب میشه 3. پس من در راستا یکی از راستاهام 3 تا دارم، در یکی از راستاهام 4 تا دارم. 3 و 4 کافیه ازش رادیکال بگیرم حساب کنم بره. همه اینا با فیثاغورس حساب میشه 3 به توان 2 به اضافه 4 به توان 2 میشه رادیکال 25. جواب من در میاد 5. خب پس یه بار دیگه بریم اینجا نگاه بکنیم چه اتفاقی افتاد. اجازه بدید من اینا رو پاک کنم براتون. بچه‌ها نگاه کنید، اینکه راستاهای من کج و کوله است، یعنی مثلا شکل به این صورت صاف حرکت نکرده، همه چی کجه، اصلا مهم نیست. مهم اینه که این محورایی که روش حرکت اتفاق افتاده، مثلا این 6 متر و مثلا این 8 متر، با همدیگه موازی هن، همدیگه رو خنثی میکنن. خب بنابراین من همه اینایی که توی راستای تقریبا افقی قرار دارن با هم جمع و منها کردم. 8 منهای 6 به اضافه 2 میشه 4. این دوتایی هم که تقریبا در راستای عمودیه با هم به اضافه منها کردم. 6 تا رفتم، 3 تاشو بگیرم 3 تا. پس مجموع رفت و آمده من یه همچین برداریه. حالا این تیکه‌ای که رفته ولی خودش برگشته، اگه دقت کنید این تیکه تو محاسبات من برای محاسبه جابجایی لحاظ نمیشه، نیازی نیست در نظر بگیرین. جواب گزینه 3 خیلی آسون. اوکی؟ پس توی اینجور سوالات تا جایی که ممکنه سعی کنید اتفاقا به سوال آسون نگاه کنید، نه پیچیده. تازه بر ندارید خودتون سخت‌ترش کنید بخواید همه این رفت و برگشت ها رو حساب کنید. حالا اتفاقا یه سوال داریم تقریبا مشابه سوال قبلی، یه مقدار پیچیده تر. خب ببینیم چی گفته. گفته ذره مطابق شکل از مبدأ مختصاتمون راه میفته، پس از نقطه او راه افتاده. خب بذارین که اول نگاه کنیم. 3 تا اومده پایین، 3 تا اینجوری، 3 تا اینجوری به این زوایای 30 درجه، در نهایت 5 تا هم رفته بالا. حالا سوال چی گفته؟ گفته تو بیا یه دونه بردار دیگه به من معرفی بکن که وقتی اون بردارم رفت، بردار جابجایی ذره در ادامه پیدا کنه و مکان من بشه -2J. خیلی خوب، این سوال سختی نیست ولی یک کوچولو دقت نیاز داره. بذارید اول بریم -2J رو پیدا کنیم. بچه‌ها -2J یعنی روی محور x هاش صفره، در حقیقت صفر آی منهای 2J. خیلی خوب، این نقطه در حقیقت پایان منه. پس من باید همچین برداری رو معرفی کنم. بچه ها این بردار باید هم آیش منفی باشه هم جیش. خب گزینه‌ها رو نگاه میکنم، جواب گزینه 3 تموم شد سوال. خب پس اگر میخوایم سریع جواب بدیم، جوابمون گزینه 3 هستش. اما حالا بریم سوال حل کنیم. خب چجوری من میخوام سوال حل کنم؟ من میخوام بفهمم این نقطه مختصاتش کجاست. اگر تو به من مختصات این نقطه رو بدی، با داشتن مختصات پایان من میتونم بهت در حقیقت بردار قرمز رنگ رو بهت بگم داستانش چیه. پس من تنها چیزی که میخوام نقطه پایانمه. خب پایان قبل از رسیدن به منحنی، در حقیقت قبل از رسیدن به بردار آخر که بردار قرمز رنگ. خیلی خوب، کاری که انجام میدم میگم خب باشه اینجا 3 تا اومدم پایین. بچه دقت کنید اینجا یه مقدار این بردار رفته پایین، همون مقدار این بردار بعدی برگشته بالا. من از همون سطحی که شروع کردم توی همون سطح موندم. توجه کردی؟ پس برای بردار B و C تنها چیزی که برای من اهمیت داره مقدار جابجایی به سمت راست در جهت مثبت X هاست. اصلا به من ربطی نداره چند تا رفتن پایین چند تا اومدن بالا. متوجه شدی؟ بنابراین من توی این دوتا بردار تنها چیزی که بهش کار دارم بردار B و C
اینه که چند تا جابجا شدم، اصلا برام فرقی نمیکنه چند تا اومدن پایین چند تا رفتن بالا. بچه دقت کنید طول بردارها مساویه 3 و 3، زوایا هر دو 30 درجه است. داره داد میزنه من اگه 5 تا اومدم پایین 5 تا رفتم بالا، تو کاری به اون نداشته باش. بچه‌ها اینجا زاویه 30 درجه است. ضلع روبرو توی این مثلث، ضلع روبرو، بذارید مثلث رو کامل کنم که شما ببینید. ضلع روبرو توی این مثلثه مساوی با ضلع روبرو به زاویه 30 درجه میشه نصف وتر. وتر چقدره؟ بردار بیه. بردار بی چقدره؟ 3. پس اینجا 1.5. چون همه شرایط برای بردار سی هم برابره، اینجا هم 1.5. پس من متوجه میشم اندازه برایند بردارهای بی و سی بوده 3 تا آی. 3 تا آی اومده این طرف. خب بریم یه بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم. بچه دقت داشته باشید از نقطه او 3 تا اومدیم پایین. خب ارتفاع اینجا با ارتفاع اینجا یکیه. اگه 5 تا رفتم بالا، خب نگاه کنید من دارم بچه براتون هندسی حل میکنم. چرا ریاضی نمی‌نویسم هر تون پشت سر هم برم؟ چون برام مهمه شما تفکر هندسی پیدا کنید. یه سری بردار رو پشت سر هم جبری ننویسید برید، چون در نهایت اون چیزی که توی کنکور به کار شما میاد درک نمودار هاست. خب اونه که خیلی بهتون کمک میکنه. بچه ها اینجا 3 تا بوده، این کلش 5 تاست، پس اینجا هم بوده 2 تا. خیلی خوب، پس من اومدم چی رو حساب کردم؟ اومدم مختصات، اجازه بدید، اومدم مختصات این نقطه رو حساب کردم. این نقطه اینجاست. این نقطه انتهای بردارهایی بود که من میدونستم توشون چه خبره. بچه ها حساب کردم اینجا بود 3، اینجا بود 2. حساب کردم دیگه، برات گفتم این 3 تا آیه، یعنی 3 تا در راستای x رفته جلو، پس اینجا میشه 3. گفتم از نقطه او بردار آ 3 تا رفته پایین، این 2 تا بی و سی هم که روی محور ایگرگ ها تأثیری ندارن. بردار دی هم که 5 تا رفته بالا، پس این 5 تایی که رفته بالا 3 تاش که با آ میره، 2 تاش میمونه. خیلی خوب، دستت درد نکنه. حالا میرم جلوتر، میگم نقطه پایانی هم اینجاست، پس -2. بچه حالا دیگه سوال حل شد. من یه بار دیگه نمودار قرمز رو بکشم که شما ببینید من کجام. خب تو راستای ایگرگ و ایکس سوال اینه که من چند تا جابجا شدم. خیلی خوب، از 2 اومدم -2، پس -4 تا جابجا شدم. از 3 رفتم به 0، پس -3 تا جابجا شدم. -3 تا در راستای x، -4 تا در راستای y. پس جواب من گزینه 3 -3i به اضافه 3j. بچه ها کاملا راه دیگه هم اینه که بریم همه این بردارا رو جبری بنویسیم، جمع کنیم بره. اما همونجوری که توجه کردید من دلم میخواد شما یاد بگیرید با محورها، با مختصات، با بردارها روی شکل خوب کار کنید. این واسه من مهمتره. ادامه بدیم، بریم سوال بعدی. سوال بعدی که من انتخاب کردم همچنان از الگوه و اینجاست. خیلی خوب، بریم ببینیم چه خبره. گفته یه استوانه دارم 5 سانتی متر شعاعشه، یادمون نره از بالای سطح شیبداری مطابق شکل بدون لغزش میغلطه. باش. بزرگی بردار جابجایی نقطه M که در تماس با سطح است. بچه موقع شروع M این نقطه است که در سطح تماس داره. پس از یک دور چرخش چند سانتی متر است. خب بچه این استوانه که شما دارید اینجوری میبینیدش، مثل این خودکار من داریم. ببین فقط دایره‌اش رو میبینی دیگه، سطح مقطع و در حقیقت ارتفاعشو که نمیبینی، فقط داری سطح مقطع میبینی. میچرخه میاد پایین. وقتی میاد میچرخه پایین چه اتفاقی میفته؟ میادش اینجا. هنوز نقطه M اینجاست. یه دور نقطه M چرخیده، برگشته اومده سر جاش. خب پس میریم جلوتر. گفته بزرگی بردار جابجایی نقطه M که در تماس با سطح هست پس از یک دور چرخش. بچه‌ها بعد از یک دور چرخش دوباره نقطه M برمیگرده روی سطح شیبدار من. حالا سوال اینه، این بردار جابجایی نقطه M گفته اندازه این بردار چقدره؟ بچه ها اندازه این بردار به اندازه محیط سطح مقطع استوانه منه. استوانه دارم،
یه سطح مقطع داره، این سطح مقطع یه محیط داره. چرا؟ چون تصورشو بکنید از اینجا قل خورده اومده پایین، یک دور نقطه در حقیقت سطح استوانه به نقاط مختلف، این خطینایی که گذاشتم همین خطیناست، تیکه تیکه چرخیده اومده پایین. پس من کافیه بگم که دلتا ایکس من مساویه با 2 پی آر. خب مساویه با، بچه ها شعاع من 5 تا بود، پی رو هم گفته 3 بگیر، پس میشه 2 3 5. خب 2 3 تا 6 تا 6 5 تا 30 تا. سوال من حل شد. پس بچه ها تصور این که ما بتونیم همچین سوالی رو حل کنیم خیلی ممکنه. توجه داشته باشید، فقط کافیه که متوجه بشید وقتی میگه استوانه از بالای سطح شیبدار بدون لغزش به سمت پایین میغلطه یعنی چی؟ اگر ما همین رو بدونیم سوالمون کامل حل شده. اینم یه سوال آسونه دیگه. بریم سوال بعدی رو حل کنیم. بچه‌ها سوال بعدی سوال کنکور سراسری ریاضی 1403 هست. میخوایم بریم حلش کنیم. شما ببینید چقدر قابل حله. خیلی خوب. الان که این سوال من میخوام حل کنم، من اول یه دو براتون سریع حلش میکنم ببینید چه اتفاقی میفته. بعدش برمیگردیم به صورت نموداری حل میکنیم. یادتون باشه من کلا مد نظرم که شما با نمودار حل کنید. خب چون در نهایت نموداره که شما نشون میده که چقدر متوجه قضیه شدید. خب گفته که معادله مکان متحرکی روی محور x رو داریم. این هاشش گفته بعد از لحظه t مساوی با 0، یعنی بچه ها با زمانهای منفی کاری نداریم. لحظه t مساوی با 0 لحظه شروع بررسی حرکت جسممونه. کمترین فاصله متحرک تا مبدأ محور چند متره؟ خیلی خوب، این سوال خوبیه. بریم ببینیم چه خبره. خب من اول یه مقدار نمودارشو براتون رسم کنم شما ببینید چه خبره. ایراد نداره، بذارید اول نمودار رو رسم کنیم، به نظرم این قشنگ‌تره. من میخوام نمودار رو رسم کنم. اولین کاری که میکنم میخوام نقطه در حقیقت محور تقارنم رو داشته باشم. میام چیکار میکنم؟ میگم محور تقارن من میشه منفی b به روی 2 تا مساوی با. خب منفی 6 هست b من، میگم منفی 6 تقسیم بر 2 تا a، 2 تا 2 سوم. خیلی بد نوشتم، اجازه بدید اینجاهاشو بازنویسی کنم. خب این از این، اینجا هم هست 2 سوم. خیلی خوب بچه ها منفی با منفی میره، منفی دیگه اینجا نداریم، میشه مثبت 6 تقسیم بر 4 سوم. اینو دور در دور نزدیک در نزدیک که بکنیم میشه 9 دوم. خب بچه ها پس من فهمیدم در حقیقت سهمی من یه محور تقارن داره که محور تقارنش xش مساویه با چقدره؟ 9 دومه. حله؟ داریم در حقیقت شکل سوال رو حل میکنیم. این خیلی بهتره. اونجوری هم که راحت میتونید این مدل درجه 2 حل کنید بره، ولی قبول نیست فعلا واسه ما. خب حالا میام چیکار میکنم؟ حالا میگم آقا اگر من x هم رو بدم 9 دوم، ایگرگ من چقدر میشه؟ دقیق تر بگم اگر زمان 9 دوم رو t مساوی 9 دوم رو به منحنیم بدم مکان من چقدر خواهد بود؟ خیلی ساده میام چیکار میکنم؟ میام اینو حساب میکنم. میگم x مساوی با یه دونه 2 سوم دارم، بعد اینجا هم میذارم 9 دوم به توان 2 منهای 6 تا 9 دوم همچنان، بعدش هم به اضافه 15. خب بچه نگاه کنید این 9 دوم رو به توان 2 برسونیم ضرب در 2 سوم کنیم، بذار ببینیم چقدر میشه. اینجا یه دونه 2 سوم دارم ضرب در یه دونه 9 ضرب در یه دونه 9 قبوله. اینجا یه دونه 3 دارم ضرب در یه دونه 2 ضرب در یه دونه 2. این 2 رو با این 2 میزنم، این 3 رو با این 9 ساده میکنم میشه 3. خب بچه دقت کنید 3 9 تا 27 تا تقسیم بر 2 میشه 13 دوم. پس اندازه این تیکه هست 13 دوم. چون من این شکلی براتون نوشتم که شما راحت تر دستتون بیاد، x مساویش رو پاک میکنم. خیلی خوب دیگه از جا رو بعدش آسونه. میگم x
مساوی با 13 دوم. خودش رو از دست دادیم. خب بچه اینجا داریم 6 ضرب داره 9 دوم. 2 رو با 6 ساده میکنم 3 میشه منفی 27 و بعدش هم معذرت میخوام بچه اینجا میشه 13 و نیم، میشه 27 دوم. من 13 و نیم رو با 13 دوم اشتباه کردم، میشه 27 دوم که میشه 13 و نیم. اینم 27 دوم، معذرت میخوام. اینجا هم به اضافه 15. خب 27 دوم میشه مثبت 13 و نیم، منهای 27 ش کنیم نصف اون دیگه میشه منفی 13 و نیم. منفی 13 و نیم رو به اضافه 15 که کنیم میشه 1 و نیم. پس بچه ها داره به من چی میگه؟ داره میگه توی این منحنی تو مقدار ایگرگت برای نقطه x دوم هست 1 و نیم. حالا توجه کنید بچه ها، چون مقدار آ اجازه بدین، چون مقدار آ مثبته، پس دستای نمودار من رو به بالاست. اوکی؟ خب حالا ببینیم این که تو این شکلی کشیدی روی محور x ها یعنی چی؟ اینو ترجمه کن، من نمیفهمم. من محور x رو رسم میکنم، اینم نقطه 0، اینم اینجا. بچه ها این یعنی به این شکل در میاد، داره میگه منحنی تو به x نزدیک میشه، به نقطه 1 و نیم که میرسه برمیگرده. بچه ها نگاه کنید، براتون سهمی که در حقیقت رابطه t بود، زمان بود با مکان x، تبدیلش کردم رو محور. واقعا چه اتفاقی میفته؟ یه بار دیگه تاکید کنم، حرکت کجاست بچه ها؟ روی محور x. حرکت من تک‌بعدیه، فقط داره رو محور x تکون میخوره، اشتباه نکنید. ولی نکتهش اینجاست که شیوه حرکت، رابطه حرکت رو محور x با زمان به صورت سهمیه. پس من اومدم اینجا این سهمیه رو براتون گفتم اینجا چه شکلی میشه. حالا گفته بعد از لحظه t کمترین فاصله متحرک تا مبدأ محور چند متره؟ 1.5 متره. یعنی تا دم 1.5 متر میاد برمیگرده. خب اینم از این. تا من یه قلوب آب بخورم سوال بعدی رو براتون بیارم. اجازه بدید من تخته رو جا به جا کنم. خب بریم سراغ گاج. خب یه سوال قشنگ دیگه. این سوال رو باید ببینید تا جایی که ممکنه روش فکر کنید و بعدش حل منو ببینید. یهویی همون اول حل رو دیدن اونقدر رو به همون کمک نمیکنه. ما به اندازه‌ای درس رو یاد میگیریم که خودمون روش فکر کنیم. خب گفته معادله مکان زمان متحرکی که بر روی محور x حرکت میکنه به این صورته. این متحرک چند بار از فاصله 1 متری مکان عبور میکنه. خب بچه ها این محور مکان، اینم 0. اگه قرار باشه من از فاصله 1 متریش عبور کنم اینجاست، مثبت 1. اما دقت کنید خود منفی 1 هم در فاصله 1 متری از مبدأ مکان حضور داره. خب پس یه بار من باید بفهمم که آیا منحنی من سراغ 1 میاد یا نه؟ اگه میاد چند بار میاد؟ یه بارم باید ببینم سراغ منفی 1 میاد یا نه؟ اگه میاد چند بار میاد؟ من دوباره برای حل این سوال 2 تا راه دارم. میام x رو مساوی 1 میذارم، معادله رو حل میکنم. معادله من چجوری میشه؟ میشه منفی t2 به اضافه 10t منهای 16. اینو مساوی 1 میذارم. یه بار میرم این معادله رو حل میکنم. یه بار دیگه x رو مساوی منفی 1 میذارم، میشه منفی t2 به اضافه 10t منهای 16 مساوی منفی 1. یه بارم میرم اینو حل میکنم. جوابهای معادله زمانهاییه. بچه تیه دیگه، زمان در میاد از این معادله. زمانهاییه که در حقیقت متحرک من یه بار داره از منفی 1 عبور میکنه، یه بار، 2 بار، هر چند بار که میفهمم، و یه بارم داره از، یا در حقیقت بگیم تعداد بارهایی هم که داره از مثبت 1 عبور میکنه. این راه حل جبری قضیه است که برید حساب کنید.
من دوباره میخوام با نمودار و منحنی براتون حلش کنم. بیاین ببینیم چه شکلی میشه. کاری که من میخوام بکنم خیلی راحت، میخوام این نمودار رو براتون رسم کنم. پس میگم دوباره محور در حقیقت تقارن رو به دست میارم، میشه منفی b به روی 2تا مساوی با، خیلی خوب، منفی b میشه منفی 10 تقسیم بر بچه آی من منفی 1 2تا منفی 1. بذارید این 10 رو خوشگلش کنم. خیلی خوب، مساوی با میشه منفی با منفی میره، 10 تقسیم بر 2 میشه 5. پس من اینجا محور تقارنمو که بخوام رسم کنم، محور تقارن من xش مساوی 5. خیلی خوب. از اون طرف میدونم دستای منحنی من به خاطر این منفیه رو به پایین، سهمی من این شکلی خواهد بود. حالا میرم چی کار میکنم؟ میرم 5 رو میذارم توی معادله. خب 5 رو میذارم توی معادله، اینجا میشه منفی 5 به توان 2 به اضافه 10 تا 5 تا منهای 16. خب بچه ها 5 به توان 2 25 منفیش 10 تا 5 تا میشه 50 تا، یه 16 بازش کم کنم، خیلی راحت جواب میشه 9. پس من میدونم وقتی محور تقارنم رو توی در حقیقت معادلم بذارم، اندازه ایگرگش در میاد 9. من این 9 دارم. سری بعد چی کار میکنم؟ سری بعد میام جوابهای معادلم رو حساب میکنم. میگم دلتا مساویه با، بذارید میشه منفی B2 منهای 4A3. خیلی خوب، میشه B2 اینجا میشه 10 به توان 2 منهای 4 ضرب در منفی 1 ضرب در منفی 16. خب باشه، ریاضیتون هم لطفا همینجا با من دوتایی داریم تمرین میکنیم. اوکی، بنابراین از نظر ریاضی هم اینجا ما یک کلاس کوچولویی داریم. خیلی خوب، حالا میام حساب میکنم. 10 به توان 2 میشه 100. منفی در منفی مثبت، مثبت در منفی منفی، پس اینجا منفی گذاشتم. 4 ضرب در 16 هم میشه 64. پس جواب دلتای من میشه 36. حالا دوباره میام میگم x من، جواب معادله من مساوی با منفی b منفی 10 به اضافه منهای دلتا، رادیکال دلتا میشه 6 تقسیم بر 2 تا آ، 2 تا منفی 1. خب مساوی. بچه یه بار با به اضافه میگم، یه بار با منها. منفی 10 به اضافه 6 میشه منفی 4. منفی 4 تقسیم بر 2 میشه منفی 2. پس این یکی از جوابهای معادله منه. سری بعد با منفی میگیرم. منفی 10 منهای 6 میشه منفی 16 تقسیم بر منفی 2، منفیش با منفیش میره. جواب ببخشید این مثبت. جواب میشه مثبت 16 تقسیم بر 2 8. پس من میفهمم ریشه های من یه بار 2، یک بارم 8. خیلی خوب باشه. حالا بیام معادله رو رسم کنم ببینم، منحنی رو رسم کنم ببینم منحنی من چه شکلی میشه. این شد منحنی من. حالا بچه دقت کنید چه اتفاقی افتاد. اتفاقی که افتاد بزنید با بنفش براتون میکشم. این خط x مساوی با 1، اینجا هست x مساوی با 1، اینجا هم هست x مساوی با منفی 1. دقت کنید، یه بار دارم اینجا قطع میکنم، یه بار دارم اینجا قطع میکنم، یه بار دارم اینجا قطع میکنم، یه بارم دارم اینجا قطع میکنم. پس در مجموع 2 بار دارم از مثبت 1 رد میشم، 2 بارم دارم از منفی 1 رد میشم. معادله مکان زمانمون داده این متحرک چند بار از فاصله 1 متری مبدأ مکان عبور میکند؟ 4 بار. 2 بار تو دست مثبت ها از فاصله 1 متری مبدأ مکان عبور میکنه، 2 بار هم در منفی ها. بریم سوال بعدی. از این بخشمون یعنی سطح 2 بحث مسافت و مکان و جابجایی 2 تا سوال بیشتر نمونده. سوالمون هم خیلی آسونه. گفته که معادله متحرک اینه، دستش درد نکنه. جابجایی متحرک در 2 ثانیه اول و 2 ثانیه سوم بگید چه خبره. بچه تو این سوال را اصلا خودتون اذیت نکنید.
میگیم ثانیه 0 ثانیه 1 2 3 4 5 6 7. خب بچه 2 ثانیه اول یعنی که یعنی اینجا 2 ثانیه دومه، اینجا هم 2 ثانیه سومه. تموم شد رفت. پس اینجا 2 ثانیه سومه، اینجا هم 2 ثانیه اوله. خب حالا بریم جابجایی توی هر کدوم از اینا حساب کنیم. من کافیه مکان رو داشته باشم. ببینید مکان تو نقطه 0 توی زمان 0 کجاست؟ 0 به توان 2 منهای 4 تا 0. پس اینجا مکان بوده 0. تو ثانیه دوم کجاست؟ خب 2 به توان 2 4 منهای 2 4 تا 8 بوده منفی 4. توی ثانیه 4 کجاست؟ 4 4 تا 16 تا منهای 4 4 تا 16 تا بوده 0. 6 بذارم 6 6 تا 36 تا منهای 6 4 تا 24 تا 12. خب حالا جابجایی میشه دلتا ایکس دیگه. پس من اینجا دلتا ایکس رو حساب میکنم. ایکس ثانویه منهای ایکس اولیه منهای 4 منهای 0 میشه منفی 4 و اینجا ایکس ثانویه 12 منهای ایکس اولیه 12 منهای 0 میشه 12. گزینه ها رو که نگاه بکنیم جواب گزینه 1. خیلی سریع و آسون. سوال 12 گاج هم به این صورت حل میشه. بریم سوال بعدی. یکی مونده به آخری. انشالله که خسته نشدید. خیلی خوب. حالا گفته چی؟ دوباره معادله مکان رو بهمون داده. تقریبا مشابه سوال قبله ولی حلش میکنیم. گفته متحرک در نیم ثانیه سوم حرکت جابجاییش چقدره؟ بچه‌ها دقت کنید. این سری زمانامو نیم ثانیه می‌نویسن. 0 نیم 1 1 و نیم 2. دقت کنید اینجا نیم ثانیه اول منه، نیم ثانیه دوم، نیم ثانیه سوم. تموم شد رفت. خب حالا میام چیکار میکنم؟ کافیه سر و ته رو بذارم داخل سر و ته جایی که میخوام جابجاییش رو حساب کنم داخل معادله مکان قرار بدم. خب تو معادله مکان اول 1 رو میذارم. میشه 1 به توان 2 1 ضرب در 4 4 منهای 4 تا 1 4 تا دوباره میشه 0. پس من کافیه چی رو داشته باشم؟ در حقیقت مکان زمان 1.5. پس دوباره تی رو میذارم 1.5. بچه 1.5 رو میتونم به این صورت بنویسم. میتونم بگم مکان، اگر سر جلسه سختتون بود راحت بنویسیدش، میشه 4 تا 1.5 بچه ها میشه 3 دوم. کسری بنویسیم راحت در میاد. منهای 4 تا 3 دوم. خیلی خوب بچه ها این 4 با این 2 به توان 2 میره اینجا میشه 9 تا. اینجا میشه منفی دوباره 4 با 2 ساده میشه 2 3 2 تا میشه 6 تا. پس جواب من در میاد 3 متر. ببینید خیلی آسونه. فقط کافیه توی این تیکش که ابتدای سواله اشتباه نکنید. حالا نیم ثانیه سوم چند و چند بود سخت نگیر، سریع بیا بنویس برای خودت. اینجوری محاسبه کردنش 10 برابر یا حتی 100 برابر برات آسون تر میشه. خب بریم سوال آخر. بچه دقت کنید الان کسی که این سوال رو میبینه میگه خب من که این بلد نیستم. خب آره بلد نیستیم ولی آسون تر از اونیه که بلد نباشیم همزمان. دقت بکن چی گفته. گفته معادله مکان متحرک اینه. خب سینوسی ترسناک پی دهم تی چی هست این اصلا سخت نیست. گفته در کدام یک از بازه‌های زیر بردار مکان متحرک در خلاف جهت محور x هست. خب من یه بردار مکان میکشم، قلمم کو، یه بردار مکان میکشم، اینم 0. بچه این جهتش جهت بردار مکانه. توی اینجا که باشم بردار مکانم میشه این شکلی هم جهته. اما اگر مکانم منفی باشه اتفاق که میفته اینه که جهت بردار مکان من با x من در خلاف جهتن. پس داره این اصلا میپرسه، میگه بابا توی این معادله متحرکه تو کدوم زمانها که توی 4 تا گزینت هست مکانت منفیه. سوالو باید درست بخونیم بچه ها. فقط از ما همینو پرسیده کجا مکان منفی. این در کدوم یک از بازه‌های زمانی زیر بردار مکان متحرک در خلاف جهت محور x. اینو براتون ترجمه کردم. خوندن سوال 90% حل سواله. خب حل شد.
حالا میایم اینو میبینیم چه جوریه. بچه گفته گزینه‌ها رو نگاه کنید، 5 ثانیه اول، 5 ثانیه دوم، 5 ثانیه سوم و 5 ثانیه پنجم. بریم اینا رو بنویسیم. بچه‌ها 0 5 10 15 20 و 25. خب 5 ثانیه هامون رو کجا گذاشته؟ 5 ثانیه اول باشه، 5 ثانیه دوم، 5 ثانیه سوم، 5 ثانیه چهارم اصلا تو گزینه‌ها نیورده، ما کاریش نداریم، و 5 ثانیه پنجم. خیلی خوب. حالا بیام یه دونه نمودار براتون رسم کنم، هلو، ببینید چه جوری سوال حل میشه. بچه‌ها دقت کنید، این دهه که اصلا اهمیتی نداره، این یه عدد ضرب در سینوس شده. اگر سینوس مثبت باشه ضرب در دهش که میکنم جوابم همچنان مثبته. اگر سینوس منفی باشه وقتی ضرب در دهش میکنم جواب همچنان منفیه. پس توی این سوال چی از من میخواد؟ جاهایی که x منفیه. این 10 هیچ تأثیری توی مثبت یا منفی بودن قضیه نداره، بنابراین 10 رو ولش کنید. خب حالا میام اینجا، صفر رو میذارم توش، میشه 0 ضرب در پی، 0 تقسیم بر 10 0 سینوس 0 0. خب پس اینجا که این شکلی، این سینوس صفره، این 5 10 15 20، اینم 25. برم جلو، 5 رو میذارم، 5 تقسیم بر 10 میشه 5 دهم، میشه 1 دوم. 1 دوم ضرب در پی کنم میشه پی دوم. پی دوم سینوسش سینوس 45 درجه، معذرت سینوس 90 درجه در میاد 1. خیلی خب پس اینجا مثبته. نقطه بعدی رو میذارم 10 دهم میشه 1، سینوس پی میشه 0. 15 رو میذارم، 15 تقسیم بر 10 میشه 1 و نیم، میشه 3 دوم، میشه 3 پی دوم. بچه‌ها سینوسش در میاد منفی 1. بعد 20 میذارم در میاد 0 و بعد 25 میذارم در میاد 1. خب اگر من نمودارم رو رسم، چقدر بد کشیدم. اگر من نمودارم رو براتون رسم کنم، بذاریم با قرمز بکشم، نمودار شما این شکلی میشه. خب بچه ها آیا توی این بازه اول منفیه؟ نه. آیا تو بازه دوم منفیه؟ نه. آیا تو بازه سوم منفیه؟ بله، جواب همینجاست. بازه چهارم هم منفیه ولی توی گزینه هام نیست. بازه پنجم هم که مثبته. پس جواب من 5 ثانیه سوم حرکته. بچه ها دقت کنید، این سوالا برای آماده شدن برای گرفتن درصد 55 توی کنکور سراسریه. حتما سطح 1 رو تماشا کنید. اگرم احساس آمادگی بیشتری میکنید واسه درصدهای بالاتر، احتمالاً بالای 85 میخواید آماده بشید، حتما ویدئوی سطح سوم رو تماشا بکنید. آرزوی موفقیت دارم براتون.